اینجا یه دونه غلطک ترانسفر هست و یه دونه شونه‌ای که فلزی این کار باردار کردن کاغذ، یعنی بار مخالف بار تونر رو روی چیز میده، روی کاغذ میده که اون تونری که رو درام هست روی کاغذ پیاده بشه. این ترانسفر اگر که از کیفیت بیفته و خراب بشه، چاپتون همه چیتون خوبه، لیزر خوبه، کارتریج خوبه، بعد همه ایناتون خوبه، ولی چاپتون بهتون نمیچسبه. این ترانسفر بعد یه عمری بعد عوض شه. عوض کردن این ترانسفر خیلی آسونه. دو تا کلیپس داره دو طرف این سوکتش، این کنارش، این دوتا رو میزنید این در میاد و راحت عوض میشه. حالا میتونید مثلا حالا نداشتید میتونید اینو ببرید حالا با آب و خیلی ریکای رقیق کنید باش، بشورید، بذارید خوش بشه، دوباره استفاده کنید. جا زدنش هم همینجوری برعکس در آوردنش جا زدنشه. این رو میذارید اینجا، این قلم فشار میدید و این تو جاش میشینه. یه مسئله دیگه که توی این پرینترها پیش میاد، که توی همه پرینترها پیش میاد، اینه که موقعی که پیکاپ میخواد بکنه، پیکاپ هی پشت سر هم هی میچرخه. اون اشکال همیشه از یا کلاج یا سولنویدی که کلاج رو راه اندازی میکنه. خب برای اینکه این سولنوید رو در بیاریم، روی این دستگاه اینه که این سیماشو آزاد میکنیم و یه پیچ داره، معمولا یه جوری هست که بتونید درید. البته بعضی دستگاه هم بعد همه رو بریزید پایین تا بهش برسید، ولی خب بیشتر اوقات راحت میتونید بهش برسید. این سولنوید یه دونه فنر داره، اینو میکشه میذاره همیشه بالا وایسه. خب این کاری که میکنه، موقعی که مگنت میکنه میچسبه پایین، کلاج آزاد میشه و شروع میکنه چرخیدن. ولی یه مشکلی تو اینا پیش میاد. اگه دقت کنید اینجا یه دونه ابر گذاشتن، برای اینکه موقعی میاد پایین تق تق صدا نده و صدای دستگاه کم شه. ولی خب این ابر به مرور که عمر دستگاه میگذره حالت چسبندگی پیدا میکنه و اینکه میاد پایین میچسبه بهش و ولش نمیکنه، حالت چسب میشه. ببینید تأخیر داره. این تأخیره باعث میشه که کلاج یه دور میزنه، میخواد برگرده که دوباره بیاد پارک بشه سر جاش، چون این برنگشته بالا یه دور دیگه دوباره کلاج میزنه. یه دفعه میبینید دو دفعه کاغذ پیکاپ میکنه و این اگه همینجور بمونه، همینجور پشت سر هم هی کلاج کاغذ میگه، باعث میشه پیکاپ بچرخه، هی کاغذ بکشه، آخرام دستگاه پیپر جم میده. خب برای اینکه اشکال رو رفع کنیم اینه که یک کارش اینه که اینو خب یه دونه بکشید و بکنیدش. یه راهش اینه که و جاش تمیز کنید، رو خیلی درش هم بیارید، این اینجا آزاد میکنیم، در میاریم. خب ما خودمون دور این یه دور نوار چسب میپیچیم. حالت چسبندگی رو برای اینکه از بین ببریم یه ذره حالا الکل میزنیم، به دستمال تمیزش میکنیم. خب این میشه همینجوری هم ببندیم کار کنه، ولی موقعی که بخواد پیکاپ کنه تق تق این سولنویدم بهش اضافه میشه. یه دونه یه نوارچسب دورش بچسبونید، هم دیگه خیالتون راحت که اتفاق نمیفته کلا، همین که اون صدا رو مانعش میشید که پیش بیاد دوباره. این صدا رو که همون کار ابر رو میکنه، با توجه به اینکه دیگه اون ابر هم نیست. خب حالا میخوایم اینم جا بندازیم سر جاش. این یه طرف میخوابه و میشینه سر جاش، فنرش هم میذاریم و این الان دیگه برمیگرده، این دیگه الان اوکی. خب اینو میبندیم سر جاش تا بقیهش. خب حالا این بغل هم باز میکنیم ببینیم زیر این قسمتی که دردهاش هست چیا داریم. این دندهایی که اینجا هست خرابیشون کمه، ولی خب بیشتر خرابیایی که داریم تو این قسمت، یکی اینو من دیدم خراب میشه، خود تسمه خراب شده دیدم،
ولی توی این دستگاه 1005 اینا واقعا خرابی دیگه توی اینا ندیدم من که بخواد اتفاق بیفته. یه چیزی هم خدمتتون بگم، این اهرمی که مال بازو بسته کردن دره، کارش اینه که این درام، این چرخ دنده‌ای که به درام میچسبه رو با این حالت دنده‌ای که بهش وصله هست داره، اینو عقب جلو میکنه. یه فنر پشت اینه. این فنر اگر نباشه این خود به خود جلو نمیاد و اگه که با گردش چرخ دنده جلو بیاد و این وقتی که اگه عقب بمونه درش درام نمیچرخه و کاغذتون میاد از درست روبروی تناسب زیر درام گیر میکنه، جلوتر نمیره. پس این خیلی مهمه که این کارشو درست انجام بده. خب تو این دنده‌ای که اینجا هست، یه دونه دنده کلاج مهمه و این دنده دوبلیکه هست. این زیاد خراب میشه و این دنده‌اش تیز میشه. دنده‌هایی هم که تیز میشن، الان اگر به حالی تا یه دونه به پستتون بخوره قشنگ متوجه میشید. مثلا نگاه کنید این چرخ دنده، این چرخ دنده این طرفش مثلا یه طرفش خود چاق‌تره ولی این سرش لاغرتره. بعد تیز که میشه هم صدا میده هم دستگاه کارش رو درست انجام نمیده. این فنرهایی هم که روی اینا هست باید حتما دقت کنید باشه. اینا خیلی مهمه که سر جاشون قرار بگیرن. خب اینو میبندیم تا بریم سراغ کلاج. موقعی که میخواید کلاج عوض کنید بعد این یونیت پشت رو در بیارید. خب حالا یونیت پشتی که میخوایم در بیاریم به یه مشکلی میخوریم. این چرخ دنده با این قفلی که اینجا هست درگیره. برای در آوردنش هم 1 و 2 و 3 و 4 تا پیچی که باید آزاد کنیم. فکر کنم این دوتا هم باید باز کنیم 6 تا که این یونیت در بیاد که ما بتونیم به کلاج برسیم. ولی قبلش باید حتما این قفل رو آزاد کنید که بتونید اون یونیت پشت رو در بیارید تا به کلاج برسید. خب من اینو در آوردم. میرم که این پیچ‌های پشت رو باز کنم. یه پیچ اینجاست. خب این یونیت کامل در میاد. حالا ببینیم این یونیتی که تا کامل در بیاریم کلاج و رله و اینا روش میبینیم. یعنی اگر خواستید اون طرف رو باز نکنید این ربطی هم به هم ندارن. شما اونجا اگر مشکلی نداشته باشید فقط همین یونیت رو باز کنید، کلاج رو میتونید تعویض کنید. برای در آوردن کلاج یه خار اینور یه خار اینور هست و آزاد میکنید و میکشیدش بیرون. این میله‌ای که البته قبلش باید اینو در بیاریم. این میله‌ای که کلاج روش هست که میشه میله پیکاپ، یه موردی توش هست که خدمتتون باید بگم. این میله پیکاپ یه وقتایی تاب برمی‌داره. حالا رفع تاب برداشتنش هم خدمتتون میگم. این کلاج اگر ببینید خدمتتون شاید که این کلاج 2 تا دنده است که تو همن و با یه فنر این دنده ها دارن همدیگه رو ساپورت میکنن. این اگه از هم بکشید در میاد و میتونید داخلش رو ببینید. خب این فنری هستش که این کلاج رو داره هول میده. خب این فنری یه وقتایی هم مثلا پیر میشه، ضعیف میشه و وقتی که ضعیف میشه شما میتونید مثلا درش بیاد یه ذره بکشیدش، یه خود جونش زیادتر میشه. دور موقع بستن هم داخل این یکی رو نگاه میکنید، جایی که فنر میفته کامل مشخصه. فنر رو میذارید روشو توی جاشو یواش جا میزه. خب حالا این اتفاقی که واسه رله میافتاد، یعنی رله که میاد بالا پارک میکنه کلاجو، میاد میفته روی این لبهه. این لبهه باعث میشه که
اینجوری میاد کلاژ بهش گیر میکنه وای میسه موقعی که میچرخه. موقعی که میچرخه اینجوری میاد وای میسه به لبه رله. خب اگر رله نباشه اینجوری دوباره میچرخه میره یه دور دیگه میزنه. از اون چسبندگی رله مشکلی که ایجاد میکنه همینه که این کلاژ هی پشت سر هم میچرخه چون نمیتونه مانع حرکتش بشه. خب میل پیکاپ یه موقعی مثلا پیش میاد که تاپ برمیداره، یعنی خب این بادومیایی که دو طرف میل پیکاپ هست با چرخششون کاری که میکنن این که این کاستو که کاستیه که کاغذ از توش میاد سر این دو طرف اینو بالا پایین میکنن، یعنی با چرخیدنشون اینو بالا پایین میکنن، این میاد کاغذ رو میاره میچسبونه به پیکاپ یه دونه میکشه میره برای بعد، یعنی کلاژ عمل میکنه اون بادومی میچرخه این میاد بالا میچسبه کاغذ به پیکاپ هم هول میده کاغذ میره تو، این دوباره برمیگرده پایین با چرخش و برگشتن سر جای کاغذش که بیاد سر جای اولش. حالا اگه کلاژ کارشو درست انجام نده دوباره از اول میاد بالا دوباره میچسبه به پیکاپ دوباره یه کاغذ دیگه میکشه. خب حالا اتفاقی که واسه میل پیکاپ میفته چیزی که هست اینه که میل پیکاپ تاپ برمیداره. برای اینکه تابشو بگیریم خود میل پیکاپ اول باید در بیاریم. یه خار این طرف داره این خار رو آزاد میکنیم بعد اینو میکشیم. راهش اینه که برای اینکه در بیاریم اینه که این میله ها رو باید با دوتا پیچش رو باز کنیم تا این در بیاد که ما بتونیم میل پیکاپ رو در بیاریم. خب یکی هم این طرف. دقت کنید اتصالا رو دوباره موقعی که بستیم ببندیم. خب این میل پیکاپ الان راحت در میاد. موردی که راجبش هست اینه که شما اگر که بخواید این میل پیکاپ رو صافش کنید موقعی که تاپ برمیداره این پیکاپ وقتی تاپ برمیداره کار پیکاپ کردن درست انجام نمیده، به موقع اون کاغذ نمیچسبه به پیکاپ که چون اینا بالانس نیستن سر جاشون وای نمیسن در چون اون آهنی که این پایین هست این به موقع به پیکاپ نمیچسبه کاغذ درست نمیکشه. حالا موقعی که این تاپ برداشته میخواید صافش کنید این دوتا گیرهای دو طرف رو باید در بیارید. خود این پیکاپ هم ازش جدا میکنید. خب خود پیکاپی که بخوایم در بیاریم این خارش آزاد میکنیم و یه طرف میکشیم در میاد. خب حالا اینو میخوایم ببینیم چجوری صافش کنیم. برای صاف کردن این بعد اینو با یه چیزی مقایسه کنیم ببینیم که این صافه یا نه. یکی از راهاش اینه که خب اینجوری با یه چشم نگاه کنید و اینو نریشو دقت کنید ببینید توش مثلا تاب میبینید یا خب این الان اصولا صافه، ولی وقتی تاب میفته اینو از این ور نگاه میکنید ببینید که یه جور پیچیدگی داره. برای اینکه این از پیچیدگی در بیارید حالا یه راهش اینه که اصلا راهش اینه که دو تا انبردست داشته باشید، یکی از این ور یکی ور خلاف جهتی که پیچ خورده بچرخونیدش. ولی برای اینکه ببینید درست شده یا نه بعد با یه اشل اینو مقایسه کنید ببینید که اصلا این الان مثلا صاف شده یا نه. برای اینکه صاف شدگیشو بتونید ببینید یه چیزی رو مقیاس میکنید. من خودم مثلا این پنجره‌ای که باشه این نری این لبه پنجره رو میگیرم بهش مقایسه میکنم ببینم میذارم روش ببینم صاف شده یا نه. شما هر چیزی که مطمئنید صافه، لبه میزی که مطمئنید صافه، لبه پنجره‌ای که مطمئنید صافه، اینجوری میذارید روش قشنگ مشخص میشه که این الان صاف روبروی لبه پنجره، این لبه رو میذارید اینجوری سرش از بالا تا پایین یه جور روش وایساده، یه طرفش اینجوری نیستش مثلا کج‌تر باشه. اگه اینجوری بود با دو تا انبردست به جهت‌های مخالف پیچیدگی میچرخونیدش و صافش میکنید.